توی دنیای امروزی همه از خوبیای موسیقی میگن. منم مثل همه شما خیلی موسیقی گوش میدم. همیشه وقتی دارم کار میکنم یا آهنگی پشت پلیه، یا مثلا وقتی تو خیابون دارم پیاده میرم تو هندزفریام مثلا دارم یه موزیکی گوش میدم، یا مثلا وقتی توی ماشینم 100% موزیک هست. رسما کل زندگی منو موسیقی تشکیل داده و همیشه توی گوشام یه موسیقی در حال شنیدنه. حالا ببینیم این تاثیراتش چیه. تاثیرات مثبتش رو همه شنیدن، همه میدونن، ولی تاثیرات منفیشو خیلی بهش پرداخته نشده. من امروز اومدم که تاثیرات منفیشو بریم با هم دیگه ببینیم. روی دو بعد مضرات موسیقی کار کردم. چرا؟ چون که خودم ضربش رو خوردم، چون که 7-8 ساعت در روز شاید موسیقی گوش میدم باعث شده که روی خلاقیت و تمرکز من اثر بذاره. اول به تمرکز میپردازم. تمرکز انسان محدوده، باعث ایجاد حواس پرتی میشه موسیقی. شما وقتی که موسیقی گوش میدی، اگه داری مطالب سنگین، مطالبی که نیاز حفظ کردنه رو داری میخونی یا مثلا داری تمرین میکنی، چیزی که نیاز مغزتو بیش از حد معمول کار بندازی، اگه پس زمینش موسیقی باشه باعث میشه که توی این مورد به مشکل بخوری. Working Memory Capacity، حافظه کاری، حافظه‌ای که توی لحظه داره برای تو کار انجام میده. چطوری؟ بیا یه مثال بزنم برات. کامپیوترها رو که میدونیم یه حافظه هارد دارن، یه حافظه رم دارن. حافظه رم حافظه موقته، همین حافظه‌ای که توی مغز ما هم هست و ازش الگو برداری کردن و کامپیوترها رو ساختن. چجوری هست؟ فکر کن که مغز تو، حافظه موقت تو 16 گیگ جا داره. بالاخره محدوده. شاید مغز ما از نظر گیگ هم حساب کنی خیلی زیادتره، خیلی بیش از حد اندازش بزرگه، ولی بالاخره محدوده. 16 گیگ رم داری. موسیقی بی کلام که حواس رو کمتر پرت میکنه و حافظه کمتری میگیره 1 گیگ جا از مغزت میگیره. 1 گیگ جا از این حافظه موقت اشغال میکنه. برای این مورد بزنم مثال واقعی بزنم از ورزش. فوتبال. توی استادیوم تماشاچی وقتی میخوان که حواس فوتبالیستا رو پرت کنن چیکار میکنن؟ داد و هوار میکنن. یکی شیپور میزنه، یکی داد میزنه و صدایی که ایجاد میشه روی تمام 22 بازیکن اثر میذاره و حواسشون رو پرت میکنه. ولی اگه بخوان توی موقعیت‌های حساس روی تیم حریف کار کنن و حواسشون پرت کنن، یا روی دروازه‌بان تیم حریف کار کنن و حواسشون پرت کنن، چیکار میکنن؟ کلماتی استفاده میکنن و داد میزنن که فقط روی اون یک فرد، روی اون یک تیم کار کنه. مثلا اسمشو میگن یا هر چیز دیگه‌ای که فقط داره اشاره میکنه به دروازه‌بان تیم حریف. مثل همین موسیقی با کلام و بی کلامه. موسیقی بی کلام که اون داد و فریاد بدون معنی و شیپور زدن حواس همه رو پرت میکنه و حواس کمتری پرت میکنه. ولی وقتی که داری اسم فرد رو میاری و داد میزنی، علاوه بر این که باعث میشه که حواسش پرت بشه، مقدار زیادی از مغزش و حافظه موقتش رو داری اشغال میکنی. یا توی بازی تنیس یا شطرنج، محیط کاملا سکوت اکثر. اگه توی تلویزیون هم شطرنج رو دیده باشید، استادیومی که توش دارن بازی میکنن انقدر ساکته که تو داری اون ضربه توپ صداشو میشنوی، صدای کفش بازیکن رو داری میشنوی که استکاک ایجاد شده بینش. چرا؟ چون که نیاز به تمرکز زیادی داره این دو ورزش. دو مدل حافظه داریم، رم و هارد هایی که داریم، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. دانشمندان اومدن تحقیق کردن و آزمایش انجام دادن که روی انسان حافظه کوتاه مدت و بلند مدتش اگه به موسیقی گوش بدیم چقدر آسیب میبینی، اصلا آسیب میبینه یا نه. اومدن دانش آموزا رو به 2 دسته تقسیم کردن. دانش آموزایی که توی اتاقی که دارن مطالعه میکنن موسیقی پلیه، دانش آموزایی که توی اتاقشون موسیقی پلی نیست و توی سکوت دارن مطالعه میکنن. برای حافظه کوتاه مدت اومدن چیکار کردن؟ گفتن که یه تعداد کلمه رو حفظ کنید، یه رو وقت دارید که اینا رو حفظ کنید و بعد اون ازتون امتحان میگیریم. نتیجهش خیلی واضح بوده. افرادی که بدون موسیقی کلمات حفظ کردن نمرات بهتری گرفتن و نتیجه بهتری داشتن. توی حافظه بلند مدت هم همین بوده. اومدن طول ترم به 2 کلاس از دانشجوها ریاضی یاد دادن، با موسیقی بدون موسیقی. توی کلاس موسیقی پلی می‌شده توی بک‌گراند
به یک کلاس موسیقی پلی نمیشده. طول ترم همین کار رو هی تکرار کرده. بعد 3-4 ماه که حالا آزمون انتهایی رسیده، نتیجه باز هم مشخص بوده. چیزی که شما دارید حدس میزنید این بوده که دانش آموزایی که به موسیقی گوش داده بودن و توی بک‌گراند کلاسشون موسیقی بود نمرات ضعیف‌تری گرفتن. یکی دیگه از مضراتی که داره افت قدرت تصمیم گیری ذهنی ماست. شما نیاز داری که طول روز یه تعداد زیادی تصمیم بگیری. تصمیم‌های مالی، حسابداری، تصمیم‌های یادگیری، تصمیم واسه زندگیت و هر تصمیم دیگه‌ای که حالا باید قدرت تصمیم گیری مغزت رو استفاده کنی. تصمیم گیری با موسیقی، تصمیم گیری که توش موسیقی داخل باشه و قسمتی از مغزت رو اشغال کرده باشه، باعث میشه که تصمیمات غیر منطقی، پرخطرتر و ریسکی تری بگیری. بریم سراغ خلاقیت. موردی که واسه خودم پیش اومده بود و توش اختلال ایجاد شده بود و حد زدم که از موسیقی تحقیقات رو انجام دادیم و رسیدیم به این ویدیو. ما توی تفکر واگرا، تفکر آزاد، نیاز داریم که به هر چرت و پرتی فکر کنیم. واسه هر چرت و پرتی یه دونه راه حل داشته باشیم یا حداقل یکم در موردش یه فکری کنیم، یه حرفی واسه گفتن داشته باشیم. شما وقتی هی موسیقی تو گوشته، باعث میشه که حافظه کاریت، حافظه مموریت اشغال بشه. حواس پرتی و اختلال توی مغزت و حافظه موقتت نیاز به بحث نداره، قبلا هم بحثشو کردیم. ولی یه مورد است که خیلی مهمه: ایجاد انحراف ذهنی، ایجاد انحراف فکری. تو داری توی یه لاین مستقیمی ایده پردازی میکنی، داری در موردش فکر میکنی. مثلا در مورد این فکر میکنی که اگه یه روزی یه جایی کارم گیر کرد، یه فروشنده‌ای به همینو گفت، من در جوابش چیو بدم؟ یا مثلا روی کارت داری ایده پردازی میکنی، روی ویدیویی که داری ضبط میکنی ایده پردازی میکنی. کی داری این ایده پردازی ها رو انجام میدی؟ یا نشستی داری واقعا فکر میکنی، تصمیم داری که فکر کنی، یا نه یه مسیر 5 دقیقه‌ای رو داری پیاده میری. اینجا به خصوص توی پیاده روی شما واقعا ایده های باحالی توی ذهنت میاد اگه اجازه بدی، اگه موسیقی گوش ندی. شاید بگی که موسیقی احتمالاً اثر کمی داشته باشه روی این فکر کردن و ایده پردازی من. شاید توی کوتاه مدت اثر کمی داشته باشه، ولی توی بلند مدت یک عدد افتضاح بزرگی به دست میاره. شما یه خط صاف رو فرض کن، حالا بهش 1 درجه کم بده، نیم درجه، 25 صدم درجه، 1 صدم، 1 دهم درجه. توی کوتاه مدت خیلی کم از هدف اصلی ما، از ایده اصلی ما، از تفکر اصلی ما فاصله میگیره. ولی هر چقدر اینو ادامه بدیم بیشتر و بیشتر داره فاصله میگیره و دور میشه. این اثر موسیقیه. حالا اگه تو بگی کم اثر میذاره، که واقعا هم اثرش زیاد و قابل توجهه. یه طوفان فکری برات اتفاق افتاده، یه نقاشی رو داری میکشی، یه نامه‌ای داری مینویسی، یه داستانی داری مینویسی، یه سناریو یا هر چیز دیگه‌ای که نیاز به تمرکز داره. لطفا موسیقی گوش نده. به وقتش گوش بده، وقتی که بیکاری گوش بده، وقتی که نیاز داری بهش گوش بده، وقتی که میخوای احساساتتو شدت بدی بهش، ناراحتی تو کمتر کنی، بیشتر کنی. ولی نه وقتی که داری کار میکنی، نه وقتی که داری پیاده روی میکنی، از خونه داری میری دانشگاه، موسیقی گوش نده. این باعث میشه که زندگی بهتری داشته باشی. زندگی ما از همین تفکرات ما بهتر میشه، از همین ایده پردازی های ما بهتر میشه. امیدوارم که ویدیوی مفید و جالبی برات باشه و ازش استفاده کنی. فعلا